میگویند وقتی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را برای بیعت به مسجد آوردند، حضرت سیدة النساء فاطمه زهرا علیه السلام مجروح و نالان و خشمناک با جمیع زنان بنی هاشم از خانه بیرون آمد و به طرف مسجد رسول خدا آمد. وقتی به مسجد رسید، به نزدیک ضریح مقدس پیامبر اکرم رفت و با خروش و آواز بلند شروع به گریه کردن نمود و آهی چند از دل پردرد خویش برکشید و فریاد زد: ای گروه ستمگر، ای قوم حیله‌گر، از پسرعمویم دست بردارید. به حق آن خدایی که پدرم محمد مصطفی را به راستی فرستاده که اگر دست از این ظلم نکشید و دست از آن حضرت بر ندارید، گیسوهای خود را بر سرم پریشان می کنم و پیراهن پدرم رسول خدا را می اندازم و دست در دامن کبریای احدیت می زنم و به درگاه رب الارباب فریاد برمی آورم و ناله های آتشبار از دل می کشم و دریای غضب الهی را به جوش می آورم و آهی چند از سینه پردرد برمی کشم که زمین و زمان را بسوزانم و یک نفس کشنده از شما بر روی زمین نمیگذارم. به خدا قسم که ناقه صالح نزد خدا از من گرامی تر نیست و بچه او نزد خداوند عالمیان از فرزند من عزیزتر نیست. سلمان میگوید من نزدیک آن حضرت ایستاده بودم، ناگهان دیدم که دیوارهای مسجد رسول خدا به لرزه درآمد و بلند گردید، به نحوی که اگر کسی میخواست میتوانست از زیر آن عبور کند. وقتی من آن حال را مشاهده کردم بر خودم لرزیدم و آثار غضب الهی را به عینه دیدم. پس به نزدیک آن حضرت آمدم و استغاثه نمودم که ای بهترین زنان، ای بتول عذرا، ای خاتون قیامت، ای بانوی حجله کرامت، ای جگر گوشه رسول ثقلین، ای مادر حسن و حسین، این قوم را ببخش و بر امت پدر خود رحم کن. شما اهل بیت رحمت و شفاعت هستید، چون پدرت رحمت عالمیان بود. شما باعث عذاب الهی بر ایشان نشوید. آن حضرت التماس مرا قبول نمود و به حجره طاهره خود مراجعت فرمود و دیوارهای مسجد بر جای خود قرار گرفت و گرد و خاک به نحوی شد که تمام مسجد را فرا گرفت. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید به خدا سوگند که اگر حضرت فاطمه موی سر خود را می‌گشود همه هلاک می‌شدند. در روایت دیگری آمده وقتی حضرت فاطمه به مسجد آمد، پیراهن پیامبر اکرم را بر سر گذاشته بود و دست حضرت امام حسن و امام حسین را گرفته بود و فریاد میزد که ای ابوبکر، تو با ما چه کار داری؟ میخواهی فرزندان مرا یتیم کنی؟ به خدا سوگند که اگر بد نبود موی سر خود را میگشودم و به درگاه خدا صدا بلند میکردم. مردی از آن گروه به ابوبکر گفت میخواهی همه را هلاک کنی؟ آن ملعون ترسید و دست از حضرت علی برداشت و آن حضرت به خانه خود بازگشت.